خب دوم به آدم جنوب سلام درست است یا درست نیست؟ به آدم جنوب سلام درست است دادر عزیز. کسی در حالت جنابت قرار دارد، خواه با طریق خانه‌داری باشد، خواه با طریقی که احتلامی شده باشد، با او سلام دادن، سلام کردن درست است. اینا یک نجاست حکمی هست. آدم جنوب در حالت نجاست حکمی قرار دارد، زیرا که اثر نجاست در ظاهر او هویدا نیست، یعنی چیزی در وجود او دیده نمیشه از نجاست. فقط با برآمدن همون آب او در حالت جنابت قرار دارد. برای همین حتی زنی که در حالت حیض است یا زنی که در حالت نفاس است، مثل جنوب ویم که نجاست حکمی در قرار دارد. اگر با آدم جنوب درست نباشه سلام کردن، با زنی که در حالت حیض و نفاس است سلام کردن هم درست نمیشود. زن هم در حالت ماهانه یا زن بعد تولد کردن که حالت نفاس است، اونم در حالت نجاست حکمی قرار دارد. با او هم سلام کردن درست باکی ندارد. چی با او سلام کنی چی با آدم جنوب، هر دوش درست باکی ندارد. کمتر در مردم خودمان از وقتش که روی جنوب نبینیم قبیح است، مثال دیدن او کار برار نمیتید، گفته دیگر همینا که در ذهن مردم ما نشسته است، برای همین بسیار در نظر مردم خودمان بد میتابد. و ایلا سلام کردن درست است. حتی بینید در ماه رمضان میگد آدم از خوابش میخیزد در حالت جنابت، اگر آبازی کند صبح میدمد، زی خاطر میگد به خاطر آن که چیز تناول کند همون دست شمی شود، میوید همراه دیگرها خوراک شمی خوره، بعد خوراک بعد رفته سر بدن شمی شود. یا حضرت عایشه مادر ما میگد بسیاری وقت پیامبر خانه‌داری میکرد، در حالت جنابت خواب میکرد همراه من تا سحر. این سخن حضرت عایشه مادر ما نه. حاضر اگر ما و شما گویم یک کسی که بچه می چیگه پینه یک بار خانه‌داری کردی خواب کو، بعد سحر میخیزی مقصد سر بدن تمه شوی، یگان کس ممکن با یگان مولای دیگه پیدا شود میگه اگر نیک شو مردی حرام میبری. این خیلی میگن، ولی نه حرام میبری دادر عزیز، بلکه انشاءالله همون عملهای نیکی که کردی، همون ایمانی که داری به همون ایمانت پیش خدا میره. بودی حالتی بود پیامبر در همین روبرو شیدگی بودن. خب